اگه نمیخوری اینو بذارم اینجا. شاید میخواستم بخورم. نه دیگه ولش کن بس. بچه رو داد که بگیره دیگه بعد همون اول میخوردی مثلا چیز میکردی. مزه. آره. آب که خیلی خوبه. میگن روزی 8 تا لیوان باید بخوری. 8 تا لیوان آب. 1 لیتر و نیم. بله. یکی 1 لیتر و نیم 8 تا لیوان. تو نصف دیوارمون عکسای مالدینی و ناصر محمدخانی، حمید درخشان و آقای پروین و تیم ملی 1990 پکن آقای عابدزاده و مجتبی محرمی و نصف دیوار عکسای بروسلی و جکی جان و هیچ ربطی نداشت. یعنی منم این وسط میخوابیدم دقیقاً. هیچ ربطی نداشت، ولی رسیدن به آرزوها شاید بزرگترین اتفاق خوبیه که خدا از صدقه سر پدر و مادرم به من داده. بسیار عالی. همین. میخوام بپرسم یعنی پوستر تاثیر داره؟ خیلی برای دهه من. آره دهه من چیز، یعنی اگر رو دیوار این ورتون مثلا عکسای خفاش شب بود چی میشه؟ دوره کودکی ما دوره مسخره‌ای بود در با نظر تشکر من. از شما. مرسی. برنامه کودک یادته؟ سمنبور. چرا؟ خونه مادر بزرگی اینقدر زشت بود آدم میترسید. بابا به قرآن آقا من سمنجون خانم اون چی برومند، شما بود؟ چوبین یادته؟ چوبین برانکار بود چی بود؟ یا الستون ولستون عروسکای زشتی درست میکردن نمیشونی تو تلویزیون نگاه کنی. اینا یه چیزی گوش بده. سمنجون من 1 سال زیر زمینمون نمیرفتم از ترس سمنجون. چرا به ما نگفتن این عموی سوباسا؟ نه آره عموش بود. آره اینو چرا؟ یا این دوقلوی افسانه خواهر برادر نبودن؟ تسلیمم. چرا نه جدی چرا به ما نگفتم؟ من چیز یادت من اوشینو از همه ما به خودمون به عقلمون نرسید. خیلی زحمت کش خودمون به عقلمون نرسید. چطور ممکنه یه خواهر برادر یکیشون بور یکیشون مشکی باشه؟ و عموی اون چجور برزیله؟ یه سریالی آرام پخش میکردن به نام سالهای دور از خانه. اوشین. آخ آخ آخ. ژاپن میخواست بیاد این ورژن جدید خودش از ایران بخره ببره. داستان کلا عوض شده بود. یکی هم اومد هانیکو یادته؟ موهاش اینجوری چیز شد مد شد دخترها موهانیکویی. یه تیمی به تو پرشیا داد، پژو پرشیا. بله. قرار بود برگردونی، بردی توی باغ و ماشین رو قایم کردی و بهشون ندادی. برامون خودت میگی یا بگم؟ الان ماشینه کجاست؟ نمیدونم. بگو 20 سال پیشه. بگو خب. پرشیا تازه اومده بود مال الان نی. خب باشه. ولی اون چی کارش کردی؟ پس دادی؟ فروختی؟ ماشین امانت رو. یک برنامه اینترنتی داشتی که منفجر کرد فضای مجازی و مردم و 1000 تا چیز دیگر رو زد، نابود کرد همه چیزو. در یک شب 140 اخطار گرفت این برنامه. رفتم راجع به پیپ گواردیولا داشتم میخوندم، خیلی جالب بود. میگفتش که موقعی که آقای گواردیولا تو اسپانیا داشت مربیگری میکرد، تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان شد. کیو خوندی؟ چی؟ نفهمیدم. زنده داشت تو گوشم حامد حرف می‌زد. اسم یارو گفتی اسم کیو؟ گواردیولا. چی گفتی اسم کوچیک پیپ. چی؟ چیه؟ چی گفتی؟ نه بگو. پیپونه که میکشن. چیه؟ پپ. باش. پپ من نمیگم بابا، من میگم پیپ گواردیولا. بعد گواردیولا هر صفحه فوتبالی یه مملکت رو عوض کنه. بعد آقای علیفر میگفت من اینو قبول ندارم. خب این که شما میگی علی من خودم تو اونی؟ تو تیمای پیپ همیشه کاپیتانشون کاپیتان بلک بوده. تو که چشمات پف خاصی داره، یاد اون آهنگه افتادم.
میگه تو که چشمات خیلی قشنگه. ببین یه چیزی ازت بپرسم. نباید بخونیم. نه خط نزدم. خط نزدید چرا اینجوری تو که میخونید؟ من ببین من یه چیزی خوندی الان این شعر رو. تو که چشمات خیلی قشنگه. تو که چشمات کجا میشه دقیقاً؟ توکش. میگه تو که چشمات. نمیگه توکه، میگه توکش. نگفته نوکش که، میگه توکش. میگه تو که چشمات کجا میشه اینجا توکش دیگه. من اصلا نمیدونم. ببین تو چرا نمیدونی اینجا باشه توکش؟ شاید هم توکش تو باشه. بعد تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات از همه رنگه. همین نگاهی که از زمان فروید جدی شد که فوتبال رو اساساً از سنخ مقوله لذت جنسی میبینه، میگه چرا شما از فوتبال لذت میبرید؟ همونطور که لذت جنسی لذت داره اینم عین همونه، از همون جنسه، از همون سنخه. آدم اول تعجب میکنه، میگه چجوری؟ بعد میگه یه مطالعه کردم، کشورهایی که آمار و نسبت شهوت جنسی توشون بالاتر فوتبال بهتری دارن، مثل برزیل، بعد آرژانتین. میگه دو منطقه تو دنیا هستن خیلی معروفن. این داستانهای من هیچ نظری ندارم دیگه راجع والا دیگه بسوز پدر تجربه. برزیل برزیل یعنی به خاطر اینه. میگه کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای اروپایی به این حوزه معروفن، تو فوتبال هم همینها زبان زد. دکتر تایلند چرا اینقدر موفق؟ تایلند وارد کننده است. علی انصاریان، مجید یاسر رو اذیت نکن. چقدر تو آدمه. چی؟ آدم چی؟ من به شما بی احترامی کردم. نه من به شما بی احترامی کردم. پلنگیه. این پلنگیه. الانم که پلنگ زیاده. لباس میپوشی من به شما بی احترامی. آقا کامنت ها رو بخونیم. ما چند تا از کامنت هامون موند. چشات هم پلنگیه. آقا چشای بچه پلنگی. آقا این همه چی داره به من میگه. آقای جوادزاده کجاست؟ میاد مهدی له میکنه. کتش پلنگی نی؟ پلنگی چش قشنگه. برو. اون خندش که وایرال شده بود تو اون برنامه، من هر وقت حالم گرفته بود از یه چیزی میگفتم بچه اون برنامه علی انصاریان رو پلی کنیم من ببینم. اون دست من نبود، اون یه جمله‌ای بود، یه چیزی گفت، خطای انسانی بود، یه چیزی گفت من دیگه خندیدم، ولی کشید به عمو حسن یه دفعه بدتر شد دیگه. اولش هم دیدم داشتی میخوندی، بیشتر داشتم دیدم، بیرون داشتم میدیدم. آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم. نه سنتی آره بگیر میخونه. نه سنتی قبلش باید بگید چی بگید. ما هم گوش میده دیگه. شجریان گوش میده. نه اونم نمیتونی بگی. مثلا آره شهرام ناظری شمایی زاده. چی میگه؟ اما حسن گوش ندادید حالا. ممنوکای تو سر چی بود؟ سر همین برنامه عمو حسن دیگه. جدی میگی؟ آره دیگه. واقعا؟ آره دیگه، گفتن سخن بزرگان نگو، منم دینامیت گذاشت زیر بختش. یه شب واقعا سر همون که من میشه. الان که یه چیزایی میشنوی بعضن تشتک من یکی که میپره. دکتر جون دکتر رو. نه اینا ما ایران نیست. ایران هم داریم. ما ایرانی ها ما همه ایرانی میبینم. ایرانی خارج و داخل نداره. خارج از کشور. نه ایرانی بودن که ایرانی درسته. اونورم نه بچه‌ای که داخل کار میکنن داخل کشور، اونا هم خیلی دامبلی میخونن تو ایرانیان. ولی اون روز اصلا تقصیر من نبود، من فقط خندیدم. اون روز نیست، روزها و ماهها، اون سالهاست پر از حاشیه‌ای. اصلا اون روز اون رو خندیدم، فقط خنده خراب کرد دیگه همه چی دیگه. حاشیه کلا. حاشیه که خوبه، حاشیه بده مگه؟ خوبه؟ نمیدونم، من نمیگم خوبه یا بده. دوست داری حاشیه رو؟ دوست دارم. چرا؟ خوشم میاد. چرا؟ یعنی دوست داری در مرکز توجه باشی؟ نه یه وقتایی هم نمیخوام میشه. کاری میکنی که میشه؟ نه دست خودم. آخه من اینجا نشستم اینجوری دارم آب میخورم، برام حاشیه درست میشه؟ تو حتما میشینی اینجا ولی آب نمیخوری، یه چیز یه کاری میکنی. میگه که
این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. من این نمیفهمم ما گوش میداریم و لذت میبردیم از این شعر. یه بار دیگه بگو آخرشو. این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای آقا به خونه رو به جز معمار بنا کی میسازه؟ ولی با چوب نعنا ساخته بودم. البته میگن خیلی مستحکمه. اون موقع ما نمیدونستیم یعنی چی. امشب هم میخوایم سخن بزرگان رو بگیم که خیلی طرفدار داشته. به قول یکی از بزرگامون که میگه به هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی، به پا تو مسیر دهن کوزه نیفتی. این مالی کی بود؟ اما اصلا آقا میگن خداحافظی کنیم. آنالیز نمیخوایم بریم صحبتش. من زودتر خداحافظی کنم چون ادامه پیدا کنه. امیدوارم فردا هم بیارید. امشو شویشه لیپک لیلی لوله، امشو شویشه یارم براز جونه. بعد میگه ما سختم، ما برشتم، ما نوشتم که دیشو نومه نوشتم. آهای تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمش کن. من هیچ حرفی ندارم دیگه برای این شعر. این مال کیه؟ مال عمو شهرامه. کدوم شهرام؟ اما آقایی که داور بود. کدوم داور؟ همون که میگفت کاپی نکنید. اینو شما شنیدی، همه بچه ها اینجا هم شنیدن. میگه تو کلاس درسی که معلمش تو بودی، الف اول و یا آخرش تو بودی. تو کلاس درس تو از امتحان نترسیدم، اونی که میترسیدم خود تو بودی. آخ که چه بد کردی، راه هم و صد کردی، شاگرد اول کلاس عشق رو رد کردی. پدر عشق بسوزه بسوزه که شدم به خاطرش با نمره 20 رفوزه. اینم از عمو شهرام شه که همش اینجوری بکنه. رچیم شبتون بخیر. فکر کنم دیگه با وجود دکتر دیگه نیاید. ببین به قول بزرگان، کلمات بزرگ، جملات بزرگان رو شنیدی که میگن این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب. آقا یه دقیقه اجازه بدی جان. یه دقیقه اجازه بدید. چی بزرگان چی میگی؟ به قول جملات بزرگان بفهم. میگه این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل هر شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست. این چه یعنی چون داریم جمله‌ایه؟ میریم؟ این چه جمله‌ایه؟ الان میریم تصاویر زیبا ببینیم. یه تصاویر زیبا از کشور سوئیس ببینیم. کجا؟ وله ببینیم. ما دیگه نمیاد. یه کار ریتمیک اسپانیایی داره اما اصلا. خب اسم جل الخالق جل الخالق جل الخالق ماشاءالله. هیچکی تو دنیا اندازه تو عاشق نداره. ای والله جل الخالق جل الخالق جل الخالق ماشاءالله. من به تو عاشق، تو به من عاشق، عاشق عاشق. ای والله. بیا دستمو بگیر. نه قشنگ بگو. نه بیا دستمو بگیر. نه پس نبضمو بگیر. نه اگه من بگیرم نه جور بگیرم. شب بخیر. مال عمو جلال بود. خدا بیامرزدت. تو این شهر به هر کی شبیه تو بهش بی اراده نگاه میکنم. میدونم که نزدیک من نیست، میدونم دارم اشتباه میکنم. تو نیستی و من مثل دیوونه ها دارم زیر بارون قدم میزنم. تو رو اون
اینقدر از خدا خواستم زمین و زمانو به هم میزنم مثل یه دیوونم دلتنگ و بارونی اشکام سر میره تو هر خیابونی قلبم ترک خورده حال بدی دارم هیچ وقت نفهمیدی چقدر دوست دارم مثل یه دیوونم دلتنگ و بارونی اشکام سر میره تو هر خیابونی قلبم ترک خورده حال بدی دارم هیچ وقت نفهمیدی من دوست دارم